باش ببینم میشه ایره بگیری. عزیزان اینجا که از کنگره امریکا در این قسمت پشت سر ما شما قصر سفید میبینین. این محترم اون کس به کدام زبان گزارش میده اینجا. عزیزان اینجا یک جایی را پیدا کردم نامش مقصد پاسیفیک است. مگه میگه چی است؟ من معلومات ندارم دیگه خودتان برین یک تحقیق کنین. هر جای از اینجا یک گپ سخن است. مردم استاد شدن عکس میگیرن. مگه می که من درباره از یا یک به یک معلومات بگیرم وقتش نیست. اون پشت سرشان بنای تاریخی واشنگتن است. باش ببینم میشه ایره بگیری مانند عکس‌ها بالا را نشد یا شد. عزیزان در شهر دی سی واشنگتن دی سی که میین اگر قصد گشتن و دیدن آثار تاریخی از اینجا دارین، آثار تاریخی از اینجا زیاد از یکدیگر فاصله ندارن، بسیار راحت است. یعنی میشه همراه بس و یا اصلا قدم زدن میتونین یا رو ببینین و من براتون نشون میدم که چی در کجا قرار دارم. اینو که در پشت سر من میبینین این بنای تاریخی شهر واشنگتن دی سی است. چرا دی سی میگم؟ به خاطر که یک واشنگتن دیگه هم وجود داره، واشنگتن سیاتل. خواهی دی سی پایتختش است دیگه. این در اینجا است و در اون قسمت که میبینین باشه من اشتباه نکنم اونجا قصر سفید است. ببینین نزدیکش میکنم که شما ببینین در اونجا که هست قصر سفید است. و اگر من این طرف تور بخورم شما در این طرف دو بنای تاریخی دیگر رو میبینین که اونو که حالت یک چیز واره است، حالت از قصرهای تاریخی واره. او بنای یکی از رهبرای ایالات متحده بوده، نام لینکلن. و این پیش رویش هم یک چیز به نام اتلانتیک است اینجا که آب تن شده که من معلومات صحیح ندارم رو دیگه باز تحقیق کنیم که چی. بنای شهر واشنگتن هم رو گفتم یاد میشه. شما یک تماشا بکنین. این در سال 1800 چقدر ایجاد شده؟ یعنی درستش کردن. این خاطر چقدر میگم؟ به خاطر که مال اینترنت ندارم، نمیشه کار سعی کنم ببینم دقیق چه وقت بوده. مگم میفهم که 1800 چند بوده که ایجاد شده.
و جالب اینجاست کسایی که در واشنگتن زندگی میکنن میتونن اونو قسمت هم کاپیتول است. کاپیتول شما شاید در رسانه ها زیاد دیده باشینش. در جای واشنگتن که شما زندگی کنین، اگر جایی را که گم کنین میشه از طریق از این پیدایش کرد، به خاطر که بسیار بلند است و بی اندازه بلند است، بی اندازه. البته نظر به این بنای دیگر هم که شما میبینین یا هم یکی از آثار مشهور است در شهر واشنگتن دی سی. این برگرفته شده از تمدن افریقاست. کسی بوده که رفته تقریبا تمام قاره افریقا را گشته و در آخرش چنین ایده در ذهنش رسیده که این را بسازه اینجا. اینجا هم قصر سفید یا کاخ سفید، هر چیزی که شما نامش رو میمانین. اینجا هم که مشاهده میکنین قصر سفید است، کاخ سفید در اون قسمت است. میبینید شما که با کاپیتال را غلط نگیرین. اینجا بعضی از اشخاص اینجا میان به هر طریقه یک فیلم میگیرن. این گزارشگر است مچن به کدام زبان گزارش میده یا و در قسمت هم منار تاریخی واشنگتن است. شاید همو یک جای از همونجا بایدن ما را سعی میکنه مچم از این که در پیشتر دیگه فکر میکنم نمیشه بریم به خاطر که بسته است. باز اگر کدام نامی دعوت روان کردن باز میریم داخل بخیر. این جایی است که تقریبا میشه گفت تقریبا تمام دنیا از جای داره میشه. قصر سفید جای را برای ایالات متحده است که فعلا هم بایدن در داخل از این میباشه. عزیزا ما در نزدیک کاپیتول هستیم یا همون کنگره شهر واشنگتن دی سی و کنگره امریکا. این قسمت است و این داخل از این نشنال مال یا جای تاریخی از شهر واشنگتن که هستم. تمام بناهای تاریخی و مهمش در این قسمت است که من اینجا یک کامera را توبتم. شما میبینین در اون طرف که تماشا میکنین همون بنای تاریخی شهر واشنگتن است و در این قسمت که من بیایم پس تا بخورم اینجا کاپیتول است یا کنگره مجلس امریکا و سناتورایشان در اینجا میشینن. شروعش هم یک حوض آبازی است. میبخشید گفتم آبازی، یک حوض معمولی است که استفاده خاص نداره، برای دیزاین جورش کردم.
شاید هوا را کم ذره خنک کنه، هوا سردتر میشه. جالب است. عزیزان، اینجا که از کنگره امریکا، کنگرسش است یا همو به اصطلاح خود ما پارلمان امریکا و نامش که هست کاپیتول است. در اصل در اینجا سال 2021 مردم هجوم آورده بودن و داخل رفته بودن. کال سیکیوریتی بسیار بالا دارن به خاطر که دیگه او کار باز تکرار نشه. اینجا فکر میکنم خیلی آدمای مهم باشه یا اعضای از این کنگره که این محترم میگردن. میبینید شما اینجا و میگم شاید اعضای کنگره باشه، ولی بسیار برای من جالب است که چطور مردم عام دقیقات از اینا میگرده. شاید امنیتشون بسیار بالا باشه، امکان داره.